سلام دوستان. وقتتون بخیر دوستان. بهتر. خب لایو متفاوتی امروز خدمتون هستیم به اتفاق مسی جان و شهر زاگرب کشور کرواسی. منتظر میشیم تا مسی جانم بیاد و یه صحبت‌هایی در مورد کرواسی خدمتتون کنم. چه شهریه و خبرهای علمی رو با اجازهتون میذارم هفته دیگه. این هفته نمیگم که زیاد پاتی نشه، فقط در مورد سفر یه صحبت کنیم با هم دیگه. خواستم در مورد حمورابی. مخلصم، خوش آمدین. طبق معمول یه سفری رو خدمتون هستم که تجربیات سفر رو دارم خدمتون توضیح میدم. منتظرم مسی جانم بیاد و با همدیگه مواردی رو خدمتون عرض کنیم. خواستم در مورد قانون حمورابی صحبت کنم یا حموربی من بهش میگم. تلفظها خیلی متفاوته و ببینید چقدر شباهت داره و نزدیک به قوانین مقرراتی که ما فکر میکنیم فقط همینا درست است و هیچ نمونه و مثالی نداره. حالا اونو میذاریم کنار رو در مورد یه استارتاپ چینی هم خواستم صحبت کنم که ماشین های الکتریکی رو یه رکورد برشون در نظر گرفته که 621 مایل تو هر دفعه میتونن اینا برن. نمیدونم صدا میاد یا نه. درود به تو دکتر جان. بله صدا شما میاد، صداتون رو واضح و خوب داریم. بله ادامه بدید. صدا من رو داریم پس؟ بله. خب مسی جان، میخواستم در مورد یه مسائل علمی چند تا مورد رو تهیه کرده بودم که بگم عرض کنم. گفتم که اونو بذاریم کنار، این دفعه در مورد سفر صحبت کنیم، چون که من اومدم زاگرب و گفته بودم که دارم سفر میکنم. زاگرب مرکز کرواسی هست و منم راستش تو سفرها مثل کمترین هزینه رو میکنم. هزینه سفر بالا نره. همیشه توی فضای بیرون نشون میده. این سری کجایی که نمیبینیم بیرون؟ این دفعه تو هاستل هستم راستش. هاستل هتله که تفاوتش با بقیه هتل‌ها اینه که یه تعدادی مثلا 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر بسته به اتاق و کسایی که هستن اتاقا رو تقسیم میکنن و خیلی هزینه‌اش کمتره. یه چیزی حدود 1/3 تا 1/4 هتل باشه. ولی خب من تجربهشو خیلی دوست دارم، چون که با آدمای مختلفی شما سرکار پیدا میکنین. تو آشپزخونه‌ای که بقیه دارن به اصطلاح آشپزی میکنن، غذا درست میکنن و تهیه میکنن، شما میتونید با یه فرهنگ‌های متفاوتی شما در ارتباط خواهید بود. ببینید اینجا مثلا این کتابایی رو که گذاشته تو این هاستلی که من اومدم و اون بالا براتون یه جمله خیلی قشنگی از آقای تامس پین رو گذاشته که میگه My country is the world and my religion is to do good. کشور من دنیاست و مذهب من اینه که کارهای خوب انجام بدم. حالا اینم جالب، اتفاقا کارهای خوب انجام بدم. مثل مورگان فریمن که برای خیلی ها معروف هست، ایشون هم گفته
از سوال کرده بودن که 3-4 سال تو همه ادیان رو تاب خوردی و بررسی کردی و مصاحبه کردی با رهبرانشون، به نظر حالا چه دینی هست که میشه روش حساب کرد و به نظر جالب اومد؟ گفت من از بین همه دین زرتشتی رو که دین آقای فردی مرکوری هم هست، اون کوین معروف، اونو ترجیح میدم. چرا که 3 تا حرف بیشتر نداره که به اصطلاح که باید پندار رو نیک داشته باشی، گفتار نیک و کردار نیک. این 3 حرف میتونه سرلوحه همه خیلی ساده قرار بگیره و یک دین همگانی بشه. و اینه که این حالا گفتم اینم باز یعنی هر کی میاد میتونه کتابش هم اونجا توسعه بده. آفرین، کتاب میتونه بذاره، کتاب میخونه اینا. ببین اینجا تخت نردم مثلا هست و این البته یه قسمت یه سالونی هست که من نشستم، سالن‌های مختلفی داره که میشه این کار. میگم من هاستل رو برای این دوست دارم که شما همینجا میتونی یه ارتباط فرهنگی با همه آدم‌های مختلف از فرهنگ‌های مختلف داشته باشیم، که برای من این جالبه که حالا هر از گاهی میگم جدای از هزینه‌اش، که هزینه‌اش هم خب خیلی کمتره به نسبت هزینه یه هتل. و خب دکتر جون یه برآورد هزینه هم بگین دیگه، شما همیشه نرخ غذا و نرخ همه چی هم میگن. الان این هاستلی که مثلا شما هستین و به نظر هاستل خوبی میاد، حالا جدای از این که منم خیلی خیلی دوست دارم، یعنی وقتی آدم میره تو مسافرت شما تنها دنبال جاهای دیدنی نیستی، دنبال اینی که فرهنگ اون افراد رو بدونی که اصلا چه عاداتی دارن چه. و این صحبت هم با مثلا نشستن توی یه تاکسی یا صحبت کردن با یه نفر سر راهی این جواب نمیده. این که با طرف مثلا توی یه اتاق باشی و ببینی چطوری برخورد میکنه، چی میخوره، چی کار داری میکنه، بچه‌ها میگن یه جمع باشی، اون موقع است که دقیقاً اون کالچر رو، اون فرهنگ رو کامل میتونی متوجه بشی. و مواردی ریزی که حالا خیلی میگم میرن هتل، میرن تو هتل مثلا خب فلان جا رو رفتم، ولی چی یاد گرفتی، چی دیدی، اونا رو خلاصه تنها کسایی که توی این ریز موارد وارد میشن مثل شما، اونا بهتر متوجه میشن و بهتر میفهمن. دقیقا مثل نکته درسته. اتفاقا یه مدت زیادی که والا اخیراً من همه سفرامو تقریبا به همین صورت میرم. اولا که پیاده با اتوبوس به جایی که با تاکسی، شما میتونی از فرودگاه با تاکسی بگیری و بری تو هتل بشینی و بعد چون میدونم 2-3 جا رو ببینی و برگردی. ولی نه، وقتی اتوبوس رو میگیری جدای از اینکه هزینه‌اش خیلی میاد پایین‌تر، ولی در ارتباط با خود آدما خواهی بود. و این همونطور که گفتی یه نکته خوب و برجسته هست. مثلا هزینه رو بهتون بگم که از فرودگاه زاگرب تا مرکز شهر با تاکسی یه چیز مثلا حدود 50 بین 40 یورو تا مثلا 60 یورو، اینا بستگی به مسیر هست. ولی با اتوبوس من اومدم، اتوبوس 290 که یه پوند و نیم یه یورو و نیم بیشتر ندادم، یورو و نیم شد، 1 یورو و نیم. و یعنی اصلا قابل مقایسه نیست با وقتی که شما بخواید تاکسی رو بگیرید. از اون طرف تو این هاستله من 20 پوند، البته 20 پوند بیشتر ندادم، در صورتی که شما هر جای دیگه که بخواید برین یه جایی رو بگیرین حداقل بین 70 تا 100 پوند باید پول بدیم برای یه شب. ببین این حالا قابل توجه هم هستیه تو ارائه بخوایم در نظر بگیریم. حالا اگه بخوام بگم زاگرب به چی معروفه تو شهرهایی که دیدم و اینجا رو الان تو دیروز کامل رفتم بررسی کردم، ببینید چون از لحاظ تنوع غذایی خیلی غذایش متنوعه و شما هر 2-3 تا مغازه یه شیرینی فروشی، بستنی فروشی می‌بینی اینجا. به شدت یعنی همه مردم بستنی دستشون دارن، بستنی می‌خورن، چه می‌دونم از این کیک‌ها دستشون دارن. کیک‌ها یه چیزی مثل بامیه خودمون مثلا یا باقلوا، اتفاقا شیرین هم هست. من تعجب کردم، 1-2 تاشون من گرفتم و خوردم، خیلی شیرین بود. ولی عجیبه که همه دارن بستنی میخورن و کیک میخورن. یک از چیز بعد یه چیز دیگه است که خیلی مهمه و واقعا مشخصه، ترامواها و این قطارهای داخل شهر هست، تراموا بهش میگن، ترامز.
چیو برقی هن؟ برقی، آره، که اون بالا به اصطلاح وصل میشن. اینا تقریبا همه خیابونا کنار این ماشینا و اتوبوس و اینا دارن میرن و میان. خیلی تعدادشون زیاده که اینم برای من جالب بود که اینجا هر جوری که نگاه میکنی تراموا داره میره و میاد. مثلا بالا جای دیگه تو انگلیس که نگاه میکنی تراموا معمولا یه مسیر خیلی مستقیم و سراسی رو میرن و میان، زیاد تاب نمیخورن، پیچ نمیخورن. ولی اینجا من میبینم که تراموا مثل ماشین داره میچرخه تو این میدون و اینور اونور میره و ولی نمیدونم، برای جالبه که چطور این ریلا رو راحت عوض میکنه. و درود دوست عزیز. خانم حدیث من گفتن که موارد زیادی رو گفتن، مذهب زیبایی، گفتار دیگه، و گفتن این چون نت ایرانیا ضعیفه اینو حتما سیو میکنید. ما همیشه خلاصه اینو سیو میکنیم، میتونید بعدا استفاده بکنید. ممنون از توجهتون. بله بفرمایید دکتر جان. آره مسی جان، داشتم در مورد زاگرب میگفتم که جالبه، یک شهر زنده هم هست. دیشب من تاب میخوردم و مردم همه بیرون، با اینکه وسط هفته هم هست. ببین دیشب سه شنبه بود، امروز چهارشنبه است، با اینکه وسط هفته بود ولی به شدت خیابون شلوغ و همه شاد و آره میزدن و میرقصیدن و تو میدون مرکزی یا جاهایی که به اصطلاح مرکز حالا خوراک و مرکز توریستی بود همه جمع بودن و خوشحال بودن. اینه که از این لحاظ هم باز قابل توجه هست، شهر زنده هست. ولی خب مثلا یه نکته هم باید در نظر گرفت که این کرواسی جز کشورهایی هست که بعدها از یوگسلاوی سابق جدا شده. یعنی همه اینا یک کشور بودن، کرواسی و نمیدونم چکسلواکی و اسلواکی، چک و اسلواکی و اینا همه یکی بودن که بعد اینا جدا شدن و هر کدوم برای خودشون یک کشوری شدن که شاید اینطوری یه مزایایی براشون داشته باشه، یه مزاری هم داشته باشه که حالا بوسنی و سربستان و اینا جزء بوسنی و یوگسلاوی. صربستان، آفرین، اینا همه بودن، اینا همه تقسیم شدن. الان مثلا اینجا این شهر زاگرب 270,000 به نظرم بیشتر جمعیت نداشته باشه. بذارید یه چیزایی خیلی چیزشو کلیشو براتون بگم. می‌دونی یه واحد پولی داشته قبلا، این که کونا بود اسمش. کونا رو من نتونستم پیدا کنم، خیلی دوست دارم چون من یکی از کاری که میکنم اینه که سکه های اون کشورهایی که میرم جمع میکنم، یه کلکسیون سکه دارم. اینجا متاسفانه نتونستم اون کونا رو پیدا کنم هر جام که رفتم. چند کیلویی سکه داریم؟ آره نتونستم پیدا کنم، ولی تونستم یک چی میگن سوغاتی تهیه کنم که این سوغاتی رو با سکه قدیمی، سکه خودشون درست کرده بودن. یه خوک بود که داخل سکه بود، حالا تو اتاق من یادم رفت بیارم، که این سکه رو کمر خوب مثل قولک هست به اون صورت این سکه داره مثلا تو. گفتم چرا این خوک و چرا سکه؟ گفتن که خوک مظهر مثلا درآمد و پول و ثروت و این چیزا هست و قولک و با این خوک معمولا درست میکنن اینجا به بچه‌ها میدن. گفتم چرا اینم چاقوی خوک در واقع، چون ممکنه حیوان بسیار احتمالاً مرتبطه. حالا این ممکنه. سمت گربه پسر حالا این چیزاست، یا ماهی یا اسب، خیلی چیزه. آره ببین کل کرواسی مثل جان جالبه، کل کرواسی جمعیتش 790,000، 1,000,000 هم نمیشه. البته این سرشماری سال 2021 بوده. بعد توریست اترکشنی که داره بانجلشی یا یه میدون خیلی معروفه که میدون بن بهش میگن که من اونجا استوری گذاشتم. یه کاتیدرال یا کلیسای جامع داره که اون کاتیدرال رو دارن درست میکنن، من از دور باز عکسش رو گذاشتم و اونم خیلی معروف هست. و موزه‌ای داره، موزه ملی کرواسی که متاسفانه موزه حسابی تو ذوقم زد مسی جان، هیچی نداشت عملا. اولین باری بود که من رفتم یه موزه و دیدم که خیلی خیلی واقعا توهی از اون چیزی که باید
ولی خب به هر حال یکی دو تا نکته خیلی جالب هم داشت که من برای شما استوری کردم که گلیم ما رو کلیم اینو به اصطلاح عنوان کردن و به عنوان یه اثر خیلی خوب مثلا تو اون موزه داشتن نگهداری میکردن. نگاه کنی کشور ما چقدر پرباره مثل جان که هر جا شما نگاه کنی اونقدر اترکشن و جذبه برای توریستا داره که شما اگه حتی یک سال اون کشور آزاد بشه و توریست بتونه بیاد و امکاناتشو داشته باشه به اندازه مثلا پول یک سال نفت میتونه درآمدزایی کنه بر اون کشور که متاسفانه مسئولین حالا چی بگم مسئولین که نباید سر جایی باشن که هستن الان و حالا بی سواد چه میدونم حالا نادان یا خیلی با هرچی که بگیم امکانش هست که متاسفانه تو کشور غنی ما با این وضعیت فلاکت با مردم دارن. داشتم میگفتم که از لحاظ غذا هم مثل جان بازی یه چیز خیلی جالبه که من استوری کردم، نمیدونم استوری اینور گذاشتم یا تو پیج خودم گذاشتم، یه چیزی دارن شاپی بهش میگن. شاپی همون کباب شامی خودمونه. کباب شامی، کباب خودمون رو یه دفعه یادم اومد شاپی کبابی هست که کباب خاصی هست که اینا میان درست میکنن و خیلی معروفه، همه میخورن و با نون و بعضی جاها هم با پنیر یا با برنج، نه با پنیر یا نون، که اینم به هر حال معروف هست و جزء غذاهای خیلی سنتیشون هست و دو سه نمونه کیک و کلوچه و اینا که حالا اونا هم ببینم امروز اگه شد بازی امتحان کنم و عکس و فیلم بفرستم برای دوستان. آره این کل چیزایی بود که چیز خیلی خلاصه از زاگرب که گفتم خدمتتون عرض کنم و به ماندگار بمونه. مردمش هم خیلی آروم بیازار، مردم خوب و خندان. آره کلا در مورد زاگرب و کرواسی خیلی مختصر و مفید ما با خودتون همراه کرد مثل همیشه. دستتون خیلی ممنون. گفتم که حالا من دارم میرم ونیز، فردا ونیز هستم. ونیزم به عکس و فیلم و اینا میذارم، استوری میکنم و بعدش هم فلورانس و روم و بعدش هم خب برمیگردم. آره بسیار چه خبر شما؟ خوبین؟ همه چی خوبه؟ امن و امانی شما؟ اوضاع احوال هوا چطوره اونجا؟ چون شنیدم خیلی گرم شده. کجا بود گفتن که گرمترین هوا رو داشته؟ یه مدت داره خیلی گرم شد، الان یه مقدار بهتره، یکم بارندگی ها زیاد شده و بهتر. سمت ویتنام خیلی از محصولات و اینا داره خراب میشه به خاطر تغییرات آب و هوایی، یه دفعه گرم میشه. آب و هوایی آره شنیدم به برزیل هم 1 درجه زیر صفر یا دوروبر مثلا 1 درجه شده هواش. برزیلی که یه حالت چیز داره، استوایی داره. یه چیز خیلی عجیب غریبی من شنیدم که فرستادن که به شدت سرد شده که سرمایه بی سابقه باز اونجا اصلا هست. من داشتم میخوندم حتی جوری شده که این به خاطر تغییر دمای اقیانوس‌ها این ماهی‌ها هم مجبور به مهاجرت شدن. یعنی ماهی‌ها از آب‌های گرم دارن میرن به سمت آب‌های خنک‌تر و سردتر، به سمت یا شمال یا جنوب، سمت قطب‌ها دارن حرکت میکنن و این یه تغییرات عجیب غریبی به هر حال اتفاق میفته، چون این ماهی‌ها به هر حال اینا خودشون به اصطلاح نیاز به خوراک دارن، اون خوراکشون چجوری اونم مهاجرت میکنه و اینا خودشون باز خوراکن. یه سیستم پیچیده خلاصه به حالت عجیبی در دنیا داره. خدا میدونه به چه سمت داریم میره. ما خدمت دوستانم عرض کردیم که آقا خلاصه لحظات رو دریابید. من هم کاری کردم در چه میتونی بریم استفاده کنیم. نمیدونیم چی میشه فردای خودمون رو خبر نداریم هیچ چیزی. حالا اون کشور ما که اصلا جدای از همه دنیا همه چی هم که امن امان بود اونجا امن امان نبود، ولی خب الان دیگه کل دنیا هم یه طوری آشفته هست. اگه اجازه بدین الان فرصت است من توی لایو هم بگم شاید یه تعداد از افراد، من الان چون این لایو که تموم بشه یه لایو دیگه دارم 7000 مطلب در واقع که خودتون هم تو جریان هستین، آدمای مختلف، شخصیت، هر کسی
که داستان زندگیشو داره میاد اونجا تعریف میکنه، شروع میکنه صحبت کردن. دوستایی که اینجا هم هستن، حالا من باز اینم اعلام میکنم، اگه دوست داشتن داستان زندگیشون، اصلا مهم نیست شما حالا تو چه جایی زندگی میکنید، چه زبانی صحبت میکنید، کی هستید، کجایید، فقط میاد داستان زندگیتون رو میگین و ما خلاصه اینو ضبط میکنیم، چون هر کسی یه داستانی خلاصه قطعا توی زندگیش داره و این داستانی که شما میگید مطمئن باشین یه جایی و یه زمانی به درد میخوره، کما اینکه ما سیوش میکنیم و توی به اصطلاح یکی از اعضای گروه 7000 مطلب خواهید بود اگه میخواین داستان زندگیتون ضبط بشه و صحبت بکنید راجبش. ممنون دکتر جون از دعوتتون. قربون شما. ممنون مسیجا. دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم توی هتل خاصی که تعداد زیادی میان و اقامت میکنن هستیم و گفتم بازی قسمتی رو که متنوع خودش کالچر اون کشور و شهر و یه طورایی داره خب تا وقت دیگر روز و روزگار خوش.